بسم الله الرحمن الرحیم. ابو هریره رضی الله عنه نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بودند: کسی زناکار که زنا میکند وی مؤمن نیست. و وقتی که شخص شراب و یا به اصطلاح دیگر عرق و غیره به مانند آن مست کننده می نوشد، وی مؤمن و مسلمان نیست. همچنین شخص دوست اگر دزدی کند وی هم مسلمان مؤمن نیست. در حدیث دیگر ابو هریره رضی الله عنه چنین آورده است: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: و کسی که در نزد چشم دیگران از مردم چیز قیمتش را کشیده میگیرد وی مؤمن مسلمان نیست اگر این کاری بد انجام دهد. در شرح حدیث آمده است که چنین رفتار ایمان شخص را ضعیف و یا کم می کند. جمال الوجود بذكر الإله